مفهوم جفت ارز چیه؟ در بازار فارکس ارزهای کشورهای مختلف در مقابل یکدیگه معامله میشن که به این اصطلاح هر کدوم رو ما جفت ارز مینامیم. دو حرف اول نشان دهنده نام کشور و حرف سوم نشان دهنده نام واحد پول اون کشوره. ارزش یا قیمت هر ارز در بازار با ارز دیگه تعیین میشه. اگر بخوام مثال عامیانش رو برات بزنم، مثلا میگیم دلار قیمتش چنده؟ با ریال ایران محاسبش میکنیم و میگیم تقریبا 52,000 تومان قیمت دلاره. ارزها در فارکس هم همینجوری با هم دیگه محاسبه میشن. در بازار فارکس ارز اول که نوشته میشه ارز پایه و ارز دوم ارز مقابل اون محسوب میشه. ارزهای فارکس به 3 دسته تقسیم میشن: جفت ارزهای اصلی که بهش میگن ماژور، جفت ارزهای فرعی که همون کراس هم بهش میگن مینور، جفت ارزهای فاقد دلار رو کراس یا فرعی مینامن. جفت ارزهای ماژور رو چجوری بشناسیم؟ ببینید در این قسمت همه جفت ارزهایی که بالا هست یک طرفشون بالاخره دلاره، چون دلار قوی ترین ارز موجود در حال حاضر در دنیاست. میشه گفت که این جفت ارزها 70% معاملات بازار رو مربوط به خودشون میکنن و میشه معاملات خیلی عالی رو روشون داشت. همبستگی جفت ارزها چیه؟ یعنی جفت ارزهای مقابل هم با همدیگه حرکت یکسانی دارن. مثلا یورو یو اس دی اگر حرکتش به سمت صعودی بودن، قطعاً JBP/USD هم حرکت رو به بالا و صعودی داره. اگر بیایی روی یکی از این جفت ارزها مثلا JBP/USD سل بزنی، چون خلاف جهت حرکت هر دوشون معامله رو باز میکنی، استاپ تو خواهد خورد. پس باید دقت کنی روی این جفت ارزها حرکت یکسانی رو بزنی. اما جفت ارزهایی رو که داریم خلاف حرکت هم دیگه هم حرکت میکنه. مثلا یورو یو اس دی حرکت بایی داشته باشه، یو اس دی چه حرکت سلی داره. این جدول ها رو حتما برای خودتون داشته باشین و اطلاعات خودتون رو در این مورد بالا ببرین.